همه چیز با اولین لحظه‌ای شروع میشه که ما چشممون رو باز میکنیم و برای اولین بار دنیا رو میبینیم. دیدن هر تصویری مثل شروع یه سفر میمونه که هر لحظه چیزهای جدیدی کشف میکنیم. دیدن جذابترین ماجراجویی ما تو کل زندگیه. یه تصویر زیبا همیشه تو خاطرات ما میمونه و الهام بخش ما میشه، مثل اولین نقاشی هایی که تو بچگی میکشیدیم. دیدن یه هنره که ما هرچی بزرگ شدیم فراموشش کردیم. هر روز که با صدای زنگ ساعت از خواب پا میشیم، از خونه بیرون میایم، تو خیابونها رفت و آمد میکنیم، توی ترافیک، پشت چراغ قرمز، تو همه این ساعتها اطرافمون رو میبینیم، اما نه با ماجراجویی کودکی. مهمترین نیاز ما تو روزمرگی اینه که یادمون بیاد چطوری متفاوت ببینیم. تو زندگی روزمره همیشه یه چیزی هست که یه جرقه تو ذهنمون روشن میکنه، مثل دیدن یه گل تو مسیر پیاده رو. همونجاست که یه لحظه ماجراجویی و خلاقیت کودکیمون رو به یاد میاریم. این لحظه خاص همون لحظه الهام گرفتنه. فرقی نمیکنه یه هنرمند باشیم یا فقط بخوایم تو زندگی روزمره خلاق باشیم. موضوع اینجاست که همه ما هنرمند زندگی خودمونیم. همه ما خلاق به دنیا میاییم، فقط باید متفاوت دیدن و کشف کنیم تا خلاقیت رو دوباره پیدا کنیم.